لوح گل معنوی از حضرت بهاءالله به بررسی عمیق و استعاری از مفهوم حقیقت و عشق حقیقی می‌پردازد. در این لوح، گل نمادی از حقیقت الهی و زیبایی معنوی است که برای بلبلان ظاهری که به ظواهر دل بسته‌اند آشکار می‌شود. این بلبلان نمادی از انسان‌هایی هستند که به ظواهر توجه دارند، اما از حقیقت عمیق و باطنی محرومند. به نظر می‌رسد که حضرت بهاءالله در این لوح به نوعی به اظهار امر خود اشاره می‌کنند. در بخش‌هایی از لوح گل معنوی، ایشان به گل که نماد حقیقت الهی و تجلی عشق الهی است، هویت می‌دهند و بلبلان که نماد جویندگان حقیقت هستند را دعوت به شناختن گل واقعی به جای دل بستن به ظواهر می‌کنند. این موضوع می‌تواند به نوعی به رسالت و مأموریت حضرت بهاءالله اشاره داشته باشد که تجلی حقیقت الهی را برای پیروان خود آشکار می‌کند. عبارت‌هایی مانند مرا به من بشناسید، نه به مقر و دیار، به نوعی به پیام ایشان اشاره دارد که شناخت حقیقت الهی نباید محدود به مکان یا ظاهر باشد، بلکه باید به ذات الهی و پیام معنوی که ایشان آورده اند توجه کرد. حضرت بهاءالله تأکید می‌فرمایند که حقیقت فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی و ظاهری است و تجلی این حقیقت در تعالیم ایشان نمود پیدا کرده است. در پایان حضرت بهاءالله از بلبلان می‌خواهند که خود را از صفات زاغان که نماد اهل نفاق هستند جدا کنند و با خصائص رحمانی ظاهر شوند. پیام این بخش این است که باید با خدمت، تواضع و صفای باطن به دیگران عشق ورزید و از مکر و نفاق اهل ستیزه جویی دوری جست. The story and begin a new journey. One day, a young nightingale saw a beautiful flower for the first time and was captivated by its dazzling colors and charm. Filled with excitement, the nightingale approached the flower and asked to stay by its side. The flower, in a gentle voice, said, "True love is not only about appearances. If you seek the essence of love, you must understand it on a deeper level." The nightingale pondered these words and decided to search for the true meaning of love. On this journey, it encountered other nightingales who were infatuated with the outer beauty of flowers, yet none of them understood the essence of love. Finally, the nightingale realized that true love requires a deeper, spiritual connection beyond superficial beauty. With this newfound understanding, the nightingale returned to the flower, and a bond of divine truth and love blossomed between them.